بریم برای آنالیز اسکن از پین پوینتر. خب در این ویدیوی آموزشی میخوایم یه آنالیز اسکن داشته باشیم برای اسکنایی که کل اسکن به این صورت زرد یا ممکنه سبز یا ممکنه آبی باشه و اینجا لکه متفاوت داشته باشیم. ببینید به چه صورته. در اینجور اسکنان نکته‌ای که مهمه، ما باید فقط دنبال اون لکه‌ای باشیم که متفاوته، جدایی از رنگی که داره. یعنی اینجا فقط لکه آبیه که برای ما مهمه. ممکنه برعکسش هم باشه، یعنی کل این اسکن آبی باشه، اینجا لکه زرد باشه. اینجا هم باز لکه زرد است که مهمه. اگر احتمال خطا نمیدیم میتونیم این دو لکه رو کار کنیم. احتمال خطا منظورم اینه که فلزات مزاحم یا دنبال نقطه‌ای باشیم که ممکنه کوزه شکسته، سفال زیاد داشته باشه، سیلیس زیاد داشته باشه، باید چند تا دیگه اسکن از این نقطه، از این جایی که برام مشخص کرده بگیریم. اگر این خطاها موجود نیست میتونیم به راحتی کار رو انجام بدیم.